جنرال جان مک نیکلسون که از جانب وزارت دفاع ایالات متحده برای جایگزینی جنرال جان کمبل من حیث قماندان ارشد نیروهای ناتو و ایالات متحده در افغانستان انتخاب شده است، در یک جلسه اجتماعی در برابر اعضای کمیته نظامی مجلس سنا بر روز پنجشنبه بیان داشت که نیروهای ایالات متحده در افغانستان شبکه حقانی را هدف قرار نمی‌دهند و این وظیفه نیروهای امنیتی افغانستان است تا آنها را هدف قرار دهند. آقای نیکلسون اضافه کرد که تمرکز مأموریت ایالات متحده بر فعالیت‌های شورشیان مرتبط به گروه القاعده و داعش خواهد بود، ولی بیان داشت که شبکه حقانی هنوز هم تهدید نمره اول به ایالات متحده محسوب می‌شود و تهدید جدی به حکومت افغانستان. برای شرح بیشتر این موضوع از محترم گل احمد اعظمی، افسر سابق اردو و نماینده مردم فرا در مشران و جرگه دعوت به عمل آورده‌ایم تا برداشت خود را در این مورد با شما در میان بگذارند. آقای اعظمی، سلام بر شما و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتیم. آغاز می‌کنیم از نظریات آقای نیکلسون مبنی بر اینکه شبکه حقانی را دیگر ایالات متحده در افغانستان هدف قرار نمی‌دهد. واکنش شما به این موضوع چیست؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون. اظهارات اخیر قماندان ارشد ناتو و ایالات متحده آمریکا که جدیداً به این پست منصوب شده، ما فکر میکنم برای افغان ها تروریسم یک تهدید است. بله. که به هر نام باشه، داعش باشه، القاعده باشه، دیگه گروه ها باشه، ما امیدوار هستیم که ایالات متحده آمریکا و کشورهای همجوار ما، همسایه ما، خاصتاً پاکستان، در نابودی تروریسم که یک تهدید هم برای افغان هاست و هم برای خود از واست، ما را همکاری کنه و مردم افغانستان کاملا حمایت خود از حکومت افغانستان اعلان کردن در از بین بردن تروریسم، چون جنگ هر روز از ما قربانی میگیره. هر روز زنای ما، مردا و کشته میتیم و تباه شد این کشور. بله، در این زمان این جنرال که به زودی مسئولیت را بر عهده میگیره، یعنی آقای نیکلسون، در قبال پاکستان بیان داشته که پاکستان فشار لازم را که باید به شبکه حقانی وارد کنه تا حملات ماورای سرحد خود را از پاکستان به داخل افغانستان متوقف بسازه، این کار را نکرده. واکنش شما در قبال گفته آقای نیکلسون چیست؟ فکر میکنید پاکستان در قبال مبارزه علیه شبکه حقانی موثر بوده یا خیر؟ این اظهاراتی که این جنرال یادآوری کرده، افغان ها سالهای قبل این موضوع را یادآوری کرده بود که تروریسم لانه‌هایش در کجاست، تهدید از کجاست و ما امیدوار هستیم که این بار افغان ها زیادتر امیدوار است که ایالات متحده آمریکا با نفوذ قوی که داره سر پاکستان، پاکستانی ها را فشار سرش بیاره، او را معتقد بسازه که دیگه تروریسم تهدید برای منطقه و برای افغانستان و پاکستان است و مذاکرات صلح که در اونجا ایالات متحده آمریکا و کشور چین، پاکستان و افغانستان در این نشست ها حضور داره، این هنوز هم سرعت زیادتر شود و مردم افغانستان به مو آرمان واقعی و دیرینیش که آوردن صلح است، از بین بردن تروریسم است، به او هدف خود برسد. خب آقای نیکلسون، از نشست 4 جانبه که قرار است در هفته آینده 3مین دور از او در اسلام آباد هم برگزار شود برای آغاز و تجدید پروسه مصالحه با طالبان، ابراز خوشبینی کرده، روی از این مثبت است. فکر میکنین این جنرال تازه کار چه کاری را میتونه انجام بده تا این پروسه به شکل بهتری در افغانستان به پیش بره؟ مردم افغانستان هم هی بار و اظهاراتی که جنرال ارشد آمریکایی کرده، قماندان عمومی ناتو کرده، مردم افغانستان هم این بار سخت امیدوار هستند با آوردن صلح، این مذاکرات 4 جانبه‌ای که کشورهایی که پیشتر شما نام گرفتین در رأسش خود ایالات متحده آمریکا که کشور قدرتمند جهان است، عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است و با مردم افغانستان، با حکومت ما که پیمان امنیتی داره، امیدوار به ایستیم که فشارهای لازم را از نفوذ خود استفاده کنه به خاطر آوردن صلح سر پاکستان وارد کنه تا ما بتانیم که دیگه جنگ و خونریزی و
این مصیبت به این کشور ما ختم شود و افغانستان نمونه دموکراسی در این منطقه شود که دیگه باید از افغان‌ها و از دموکراسی که ایالات متحده آمریکا تعهد کرده بیاموزند. بله خب جنرال نیکلسون بیان داشت که هدف مأموریت نظامی ایالات متحده هدف قرار دادن القاعده و داعش در افغانستان خواهد بود. فکر می‌کنید این موضوع به افغان‌ها کمک کنه تا بیشتر به شبکه حقانی و دیگر مخالفین مسلح که ممکن طالبان باشند در افغانستان رسیدگی کنند؟ ما به این عقیده هستم ایالات متحده آمریکا امو مسائل را که اونا تهدید برای خود میبینه برای منطقه میبینه اونا کارهای خود میکنه و اونا حق از واست. ما فکر میکنم که اونا اگر واقعا میخوان که افغانستان کمک کنن در پهلوی از او در تجهیز و تسلیح قوای مسلح افغانستان اونا کمک بنیادی کنه مطابق با تعهدات خود و همچنین در تسریع پروسه صلح که خواست هر افغان است ما خواهد تانستیم در این منطقه به هدف خود برسیم و تروریسم که پدیده جهانی است مبارزه منطقوی و جهانی را کار دارد. آقای اعظمی سپاس از حضورتان در برنامه و واکنشی که در قبال جلسه استماعیه جنرال نیکلسون برای بیننده ارائه دادین. تشکر از شما.